سلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به درس 22 زبان انگلیسی ما. زبان انگلیسی از صفر از روی کتاب Basic English Grammar by Betty Azar. نگفته نماند که کتاب ما از روی کتاب English Grammar سرخی که رسمش را در نوار میبینید میگذرد و پیوند یا سلک کتاب در زیر همه نوارهای ما هست. از آنجا به کتاب دسترسی پیدا کرده میتوانید. بگذاریم به صفحه دیگر. چون هر روزه درس امروزه رو هم با quote of the day یعنی سخن روز آغاز کردنی هستیم و سخن روز امروزه من چنین است: Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited, but imagination encircles the world. by Albert Einstein. ترجمهش به زبان تاجیکی می شود: تخیلات از دانش دیده مهمتر است. دانش محدود است اما تخیلات دنیا را چرخ میزند. سخن آلبرت اینشتین. تخیلات این تصورات. بگذاریم به صفحه دیگر. درس 22. موضوع درس 22 ما The present simple negative یعنی زمان حاضره عادی در شکل منفی. تا حاضر ما شکل مثبت زمان حاضره عادی یعنی present simple رو گذاشتیم و در این درس ما شکل منفی اش رو میگذاریم. در پایان یک مثال آوردیم: I do not drink coffee. من قهوه نمی نوشم. این رو در شکل مختصر اختصار کرده گفته هم میتوانیم. I don't drink coffee. ترجمه هر دویش می شود: من قهوه نمی نوشم. بگذاریم به صفحه دیگر. خیلی که میدونید ما در باب سیوم کتاب قرار داریم و موضوع باب سیوم این زمانی حاضره عادی یعنی present simple tense می باشد و درس امروزه همون روش خیلی که گفتیم the simple present negative یعنی زمانی حاضره عادی در شکل منفی. آیسته آیسته با آخری باب سیوم رسیده ایستادیم. بگذاریم به صفحه دیگر. خیلی که گفتیم موضوع امروزه همون the simple present negative یعنی زمان حاضره عادی در شکل منفی. خیلی که از درس‌های قبلی میدونید زمان حاضره عادی یعنی present simple tense عادت‌ها و یا کارهای مقرری ما رو میفهموند که ما آنها رو هر روز، هر هفته، هر شب و یا هر ماه اجرا میکنیم. در اینجا باشد کارهایی که مقرراً اجرا نمیکنیم آنها رو با انگلیسی چی خیلی میگیم با شما میفهمونیم. در شکل مثبت خیلی که میدونید اول subject میآید بعد از آن فعل میآید. در شکل مثبت باشد برای جانشین های I, we, you, they do not علاوه می شود. برای جانشین های she, he, it باشد does not علاوه می شود. مثال ها رو میخونیم. I do not drink coffee. من قهوه نمی نوشم. We do not drink coffee. ما قهوه نمی نوشیم. You do not drink coffee. تو و شما قهوه نمی نوشید. They do not drink coffee. آنها قهوه نمی نوشند. She does not drink coffee. فعل دو با does علاوه شد. He does not drink coffee. وی زن قهوه نمی نوشد. وی مرد قهوه نمی نوشد. It does not drink coffee. وی قهوه نمی نوشد. در شکل نگاتیو یعنی در شکل منفی ساختار جمله چنین است: برای جانشین های I, we, you, they اول جانشین ها می آید و یا اول subject می آید بعد از آن do not بعد از آن main verb یعنی فعل اساسی. برای جانشین های she, he, it باشد اول جانشین های she, he, it می آید بعد از آن does not می آید بعد از آن main verb یعنی فعل اساسی. Do and does are called helping verbs. فعل های do و does فعل های یاری دهنده نامیده می شوند. In third person singular there is no s on the main verb. The final s is part of does. خیلی که در درس‌های قبلی گفتیم در زمان simple present tense در شکل سیومی شماره تنها فعل ها باید از خودشان s می گرفتند. وقتی که جمله انکاری باشد یعنی در شکل منفی باشد فعل اساسی اس نمیگیرد. فعل اسی میگرفتگی قسمی does شده است. یعنی اگر بگوییم که she does not drink coffee این incorrect یعنی خطا است. شکل درستش she does not drink coffee یعنی فعل های اساسی دیگر اس نمیگیرند. مثال های C و D را میخونیم. I don't
drink tea. من قهوه نمی نوشم. They don't have a car. آنها ماشین ندارند. He doesn't drink tea. وی مرد چای نمی نوشد. Mary doesn't have a car. Mary ماشین ندارد. Contractions اختصارشوی ها. در شکل منفی کلمه های do not و don't اختصار می شوند. Does not باشد و doesn't اختصار می شود. Do not رو don't می گویم. Does not رو doesn't می گویم. People usually use contraction when they speak. انسان ها عادتاً contraction یعنی اختصار شوی رو در وقت صحبت استفاده می برند. People often use contractions when they write. در وقت نویس باشد تیز استفاده می برند. نظر و گپ زنی در نویس اختصار شوی رو کمتر استفاده می برند. بگذاریم به صفحه دیگر. Exercise 23. مشق 23. در اینجا برای درس امروز رو خوبتر فهمیدن مشق 23 رو اجرا میکنیم. Use the words in italics to make negative sentences. کلمه هایی که در شکل ایتالیک یعنی در شکل برکی نوشته شدن آنها رو برای جمله های منفی کردن استفاده برید. Use contractions اختصار شوی ها رو استفاده برید. مثال های یکم و دوم رو خود کتاب اجرا کرده است. Ingrid doesn't like tea. Ingrid با he she it داخل می شود. از این رو does not علاوه شد. بعد از آن فعل اساسی یعنی فعل like. Ingrid doesn't like tea. Ingrid چای را نقص نمی بیند. مثال دوم I don't like tea. I آمده است. از این رو do not می آید. do not شکل مختصرش don't هست و بعد از آن فعل اساسی I don't like tea. من چای را نقص نمی بینم. Mary and Jim are strangers. Mary doesn't know Jim. Mary she است. از این رو doesn't know می شود. Mary و جیم بیگانه هستند. Mary جیم رو نمی داند و یا نمی شناسد. جمله دیگر It's a nice day. امروز روز خوش است. روز زیبا است. You don't need your umbrella. چترت رو احتیاج نداری یعنی با چترت احتیاج نداری. You آمده است. از این رو don't need می شود. جمله دیگر It doesn't snow in Bangkok in the winter. در بانکوک زمستان برف نمیزند. It آمده است. از این رو doesn't snow می شود. I don't speak French. من با زبان فرانسوی گپ نمیزنم. I آمده است. از این رو don't speak می شود. I در اینجا باشد فعل نو صفت آمده است. از این رو I am not hungry می نویسیم و یا در شکل کوتاه I'm not hungry گفته می توانید. مثال دیگر butterflies در شکل جمع آمده است. Don't live long. شپرک ها دراز زندگی نمی کنند. مثال دیگر a butterfly یک تا است و it هست. A butterfly doesn't have a long life. شپرک حیاتی دراز ندارد. A butterfly isn't large. در اینجا فعل نو فعل تو بی آمده است. از این رو isn't می شود. A butterfly isn't large. شپرک کلان نیست. Butterflies aren't large. در شکل جمع آمده است. از این رو aren't large می شود. جمله دیگر We don't have classes every day. ما هر روز درس نداریم. We آمده است. از این رو don't have می شود. جمله دیگر This city doesn't have. This city it می شود. از این رو doesn't have می شود. This city doesn't have weather in the summer. This city doesn't have nice weather in the summer. این شهر در تابستان هوای خوب هوای زیبا ندارد. جمله دیگر It isn't cold today. It آمده است. از این رو isn't. جمله دیگر It rain آمده است. فعل rain آمده است. از این رو doesn't rain.
It doesn't rain every day. هر روز باران نمیبارد. میگذاریم به صفحه دیگر. Exercise 24 مشق 24. در مشق 24 باید کلمه های بین را استفاده برده با رسم های ستون یکم جمله های مثبت سازیم و با رسم های ستون دوم جمله های منفی و یا انکاری سازیم. مثال یکم رو خود کتاب اجرا کرده است. ما یک بار دیگر می نویسیم. Anne takes shower. Anne دوش میگیرد و یا دوش میکند. She doesn't take bath. وی حمام نمیگیرد و یا حمام نمیکند. مثال دوم Omar has a dog. خیلی که در رسم میبینید سگ دارد. He doesn't have a cat. وی گروبه ندارد. مثال دیگر I drink coffee. من قهوه می نوشم. I don't drink tea. من چای نمی نوشم. مثال دیگر Rob and Ed live in an apartment. راب و اد در بینا زندگی می کنند. They don't live in a house. و آنها در خانه زندگی نمی کنند. خانه زمینی مقصد. جمله دیگر Becky drives an old car. Becky ماشینی کهنه می راند. She doesn't drive a new car. وی ماشینی نو نمی راند. I play tennis. من تنیس بازی میکنم. I don't play soccer. من ساکر بازی نمیکنم. مثال دیگر Mr. Davis teaches English. Mr. Davis زبان انگلیسی درس میدهد. He doesn't teach French. وی زبان فرانسوی درس نمیدهد. مثال دیگر We use computers. ما کامپیوترها رو استفاده میبریم. We don't use typewriters. ما typewriters ها رو استفاده نمیبریم. Alex watches news reports. Alex خبرها رو تماشا میکند. He doesn't watch old movies. وی فیلم های کهنه رو و یا فیلم های پیشینه رو تماشا نمیکند. مثال آخران مارکو studies history. مارکو تاریخ میخواند. He doesn't study physics. وی فیزیکا نمیخواند. میگذاریم به صفحه دیگر. Exercise 25 مشق 25. مشق 25 بازی است و این را اگر 2-3 نفر باشید اجرا کنید به نهایت خوب می شود. مثلا 3 تا گوینده هست. گوینده یکم، دوم و سوم. گوینده یکم با یکی از فعل‌های در خطی بوده جمله منفی می‌سازد. مثلا میگوید I don't like bananas. من بنانا رو نقص نمی‌بینم. گوینده دوم باشد گپی گوینده یکم رو تکرار می‌کند و از خودش جمله منفی علاوه می‌کند. میگوید Speaker A doesn't like bananas. در جای Speaker A نامی گوینده ها رو می‌گذارید. مثلا گوینده یکم بنانا رو نقص نمی‌بیند. من سگ ندارم. گوینده سوم باشد گپی گوینده های یکم و دوم رو تکرار میکند و از خودش جمله نو علاوه میکند. Speaker A doesn't like bananas. Speaker B doesn't have a dog. I don't play baseball. گوینده یکم بنانا رو نقص نمیبیند. گوینده دوم سگ ندارد. من بیسبال بازی نمیکنم. همین خیلی تکرار کرده میروید و اگر مشکلی داشته باشید نفری که با شما بازی میکند به شما یاردم کرده میتواند. همین خیلی با کلمه های در خطی بوده جمله های منفی می سازد و درس امروزه را خوبتر می آموزد. میگذاریم به صفحه دیگر. Exercise 26 مشق 26. در مشق 26 در جایهای خالی کلمه های در خطی بوده را استفاده برده در شکل منفی جمله می سازیم. میخوانیم مثال یکم رو. Bob doesn't go to school every day. Bob هر روز به مکتب نمی رود. Bob آمده است. He است. از این رو doesn't go می شود. مثال دوم. My roommates are from Japan. They don't speak Spanish. هم حجره های من از ژاپن هستند. آنها با زبان اسپانیایی گپ نمیزنند. Roberto has a bird. Roberto ریش دارد. He doesn't shave in the morning. وی سحرها
ریش نمیگیرد و یا درس هر ریش نمیگیرد. We don't go to class on Sunday. ما با درس روز یکشنبه نمیرویم. Sally is healthy. Sally سالم است. She doesn't smoke cigarettes. وی تماکو نمیکشد و یا سیگارت نمیکشد. Jane and Alex always have lunch at home. جین و الکس همیشه در خانه خوراک نصف روزی میخورند. They don't eat at the cafeteria. آنها در کافتریا نمیخورند. I sometimes don't do my homework in the evening. من بعضا وظیفه‌های خانگی‌ام را بگاه اجرا نمیکنم. I watch TV instead. با جایش تلویزیون تماشا میکنم. My sister likes tea but she doesn't drink coffee. خواهر من چای رو نقص میبیند اما قهوه نمی نوشد. چه که میبینید در اینجا کلمه drink آمده است. جمله دیگر حمید is a careful writer. حمید نویسنده با دقت است. He doesn't make آمده است mistakes in spelling when he writes. وی وقتی که می نویسد در املا خطا نمی کند. mistakes می شود خطاگی ها. spelling می شود املا. جمله دیگر I'm lazy. من تنبل هستم. I don't do exercises in the morning. سحرها مشق نمی کنم. Sometimes Anne doesn't put on her shoes when she goes outside. بعضاً Anne پایافزال‌هایش را نمی پوشد وقتی که به بیرون می رود. put on خیلی که از درس‌های قبلی می دونید پوشیدن می شود. پوشیدن لباس، پایافزال و غیره ها. Exercise 27 مشق 27. این مشق رو شما خودتون اجرا میکنید و طرز اجرا کردنش رو من و شما میفهمونم. کلمه ها رو دیده جمله های منفی و یا مثبت میسازید. مثلا grass blue علف کبود. خیلی که میدونید علف کبود نیست و جمله منفی میسازیم. grass isn't blue. علف کبود نیست. grass is green. علف سبز است. dogs tails سگ‌ها دم‌ها. dogs have tails سگ‌ها دم دارند. people don't have tails انسان‌ها دم ندارند. مثلا در مثال یکم a restaurant sell shoes طربخانه پایافزال میفروشد. جمله غیر منطقی است و منطقیش میشود a restaurant doesn't sell shoes طربخانه پایافزال نمیفروشد. جمله های دیگر رو هم میبینید و جمله های مثبت و یا منفی منطقی میسازید. میگذاریم به صفحه دیگر. New words کلمه های نو. sing سراییدن. smoke سیگار کشیدن. help یاری دادن. learn آموختن. open گشودن. close پوشیدن. start آغاز کردن. stop منع کردن. begin سر کردن. finish تمام کردن. jump پریدن. feel حس کردن. think فکر کردن. touch رسیدن. break شکستن. paint رنگ کردن. در اینجا درس امروزه ما با پایان میرسد و وظیفه‌هایی که بعد از این درس ما با شما میدهیم. یکم مشق‌های کتاب را به دفترتان نویسید. مشق‌های 23 24 25 26 و 27 باب 3 کتاب را به دفترتان نویسید. دوم با فعل‌های درس‌های پیش 20 جمله منفی نویسید. یعنی در زمان present simple tense 20 جمله منفی نویسید. سوم کلمه‌های نو را از یاد کنید و با تلفظ فعل‌ها دقت دهید. در اینجا درس 22 ما با پایان رسید. لطفاً به نوار لایک کنید. جایهای نفهم اگر باشد در شرح نویسید. نوار رو با دیگر دوستانتون روان کنید. زنگوله رو زیر کنید تا از درس های نو اولین شده خبردار شوید و از همه شما برای تماشای نوار تا آخر منت داریم. لطفاً با ما باشید و منتظر درس های نو باشید.